سلام دوستان، اومدیم که یکی از ترفندهای مخفی کامپیوتر رو به شما دوستان عزیز آموزش بدیم. خب میخوایم آموزش بدیم که چگونه فایل یا پوشه‌ای که داریم رو پنهانش کنیم. برای این کار اول باید یک پوشه بسازیم و راست کلیک کنیم و گزینه رینیم رو بزنیم و دوباره وقتی متنمون انتخاب شد یه راست کلیک کنیم و از این قسمت اینسرت بزنیم و از این 4 قسمت میتونیم یکی رو انتخاب کنیم. من این انتخاب میکنم 0 و اینتر رو میزنیم. همینطور که میبینید اسمش برای ما پنهان شد. خب برای اینکه آیکونش هم بتونیم پنهان کنیم راست کلیک میکنیم، از این قسمت پراپرتیز گزینه کاستومایز چنج آیکون میایم و از این قسمت آیکون رو انتخاب میکنیم. آیکون های مختلف هستش که ما میتونیم اینجا انتخاب کنیم، ولی یک آیکون که میخوایم فایلمون مخفی بمونه این آیکونه. همینطور اوکی میکنیم و همینطور که میبینید آیکون برای ما اینجا وجود داره ولی پنهانه این آیکون برای ما اینجا. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید.